والنتینا چوپک حامی شناخته حقوق مهاجران که یک هفته باز در فرودگاه شرمتف در بازداشت قرار داشت، روز دوم اکتبر با ارسال یک عکس به رادیوی آزادی خبر داد که او را الکی به هواپیما سوار کردند و او به اریوان پایتخت ارمنستان پرواز میکند. امروز ساعتهای 8 صبح به من شناسنامه ازبکی دادند، بعد پتر تست گرفتند و بعد به هواپیما گسیل کردند، نقل کرده است او. خبری از بازداشت آزاد شدن والنتینا چوپک را یکی از همصفان او حامی حقوق تاجیک محمد صابروف نیز تصدیق کرده است. والنتینا چوپک شب 25 سپتامبر ماه هنگام بازگشت از اریوان در فرودگاه شرمتف شهر مسکو بازداشت شده بود. مقامات روسیه به او گفتند که بر اساس قرار وزارت کارهای داخله مقام پناهندگیش در روسیه بیکار کرده شده، او را برای 30 سال یعنی تا سال 2051 از حق ورود به قلمرو روسیه محروم کردند. حامیان حقوق ترس داشتند که والنتینا چوپک را به ازبکستان اخراج میکنند. دادگاه اروپایی حقوق بشر اخیرا با صدور یک قرار ویژه اخراج او را به ازبکستان دست کم تا 17 اکتبر منع کرد. والنتینا چوپک 7 سپتامبر سال 1973 در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان به دنیا آمده در زمان پرزیدنتی اسلام کریموف به روسیه فرار کرد و اینجا مقام پناهندگی گرفت. تصمیم اخراج والنتینا چوپک به ارمنستان در حال گرفته شد که 2 روز پیش وکیل او الکساندر کیم خبر داد که از کنسولگری ازبکستان به شرمتف آمده عکس او را گرفتند. آنها به چوپک گفتند باید برایش سند رسمی تهیه کنند که امکان پرواز به کشور دلخواه را برایش فراهم می‌آورد. بعد مصادره کارت پناهندگی روسیه او دیگر یگان سند برای سفر به کشور دیگر در دست نداشت. یاران والنتینا چوپک و خود او مطمئنند که محروم کردن او از مقام پناهنده و ضبط برای 30 سال یک نوع انتقام برای موقع فعال شهروندی است که این حامی حقوق در عرصه حمایت از حق مهاجران نمایش میداد. والنتینا چوپک با یک جسارت و آشتیناپذیری خود در عرصه حمایت از حقوق مهاجران معروف بود. او اصلا فرق نمیگذاشت که از حقوقی که حمایت میکند مهاجران تاجیک، ازبک، قرغیز و حتی از افریقا همه برای او برابر و خودی بودند.